یکی از اشتباهاتی که افراد میکنن این هستش که فکر میکنن بدونه که بدنشون را آماده کنن میتونن رابطه مقعدی داشته باشن. ببینید یک سری ماهیچه‌های مقعد ما هستش که به صورت ارادی میتونیم کنترلشون کنیم و یک سری هستش که به صورت غیر ارادی کنترل میشن. برای اون قسمت از ماهیچه‌هایی که غیر ارادی کنترل میشن خیلی مهم هستش که اونها رو ترین کنیم یا آماده کنیم برای رابطه مقعدی. اسم اینها بات پلاگ هستش که یک ابزارهای جنسی است که از سایز کوچیک‌تر شروع میکنیم که بدنمون رو آماده کنیم. یه اشتباه دیگه هم که افراد میکنن این هستش که از لوبریکانت های کم کیفیت استفاده میکنن یا حتی بدتر از بزاق دهان. ببینید برای رابطه مقعدی به خاطر اون که اون خیسی واژن رو نیستش و بدن به صورت خودی خود اون مرطوبیت رو نداره، مهم هست